ما نیترات و نقره داشتیم، آمدیم HCl زدیم، شد کلورید نقره. برای استحصال نقره داخل کلورید باید محیط شد دوباره دیگه برگردیم به حالت اسیدی. HCl اضافه کنیم. HCl که اضافه کردیم این محیط اسیدی رو میام از پودر روی برای استحصال فلز روی استفاده میکنیم که به ما میده ZnCl2. دقت کنید کم کم اضافه میکنیم که واکنش انجام بشه. ملاحظه کنید داره واکنش انجام میده. این ZnCl2 تشکیل میشه با IG. حتما باید محیطش اسیدی باشه با HCl و گرما و حرارت ایجاد میکنه. حتما باید از فود استفاده شه به خاطر گازش.